خواهش میکنم این کارو نکنید. ما نمیخوایم که از کاری ما دیگران خبردار شوند. برای این باشد هر زمان برای کاری تازه کردن بسیار اهمیت میدهیم. در اطراف یگان ایز نمیگذاریم. همتون الوداع. خاطر نشوید خانم سلن، من در اینجایم. ای از برای خدا ما چی گناه کردیم؟ گناه ما در چیست؟ ای ابله خاموشیست، خاموش. از عهده زندگی نبر آمدی، اقلا از عهده به ناموس مردن برا. التماس ما رو نکشید، اقلا این رو نکشید، چون که او یک بابای بیمار دارد، او باید زنده ماند. از همین سبب هم من تا بر آمدن جنگل او رو هم راهی میکنم. رفتیم دخترها، رفتیم. نمیروی نجنبه. وای برادر گوش کن، چیزی که میخواستی گرفتی. چیکار میکنی؟ از کشتن ما به تو چی فایده میرسه؟ بهوده گپتان را حیف نکنید آمولا. این بیشرف است، بیشرف. از همه جاسوسی پسترین است. کنان دیوانه، تو از حد گذراندی و کار کفیلی کردن از کی با جاسوسی شده است. اگر تو به جای من هم میبودی عیناً همین کار را میکردی. بسیار دراز کردیم، کار رو بار داریم. زود آخرین دعایتان را خوانید. این هم وقتی تمام شویش را یافتم. گوگرد استفاده باره؟ دیده آخر گوگرد هم میشود. آخر سر دارم، در برم گوگرد ندارم. اگر آتش یابم اول شما را میسوزانم. به چه جای افتادمه؟ یا خدایا، این جنگل همانندی همان خودی مافیا بوده است. در آمدنش آسان، بر آمدنش مشکل است. و من زجیگل که یابد در آنجا چی گپ است؟ رفته با من آتش بیارد. زود رفته یک آنجا رو بینم. بیامانه حالا باید بسرم یکان کار ناید. بعد از این چی رخ دهد؟ اگر یکان چی رخ دهد آخر همه اش رخ داد. کنی یک بینم. ای شما زجیگل که نداره؟ نه نداریم. ندارم. نه ما نداریم. بسیار هم خوب که ما زجیگل که نداریم. کنیان تو زجیگل که نداری ها؟ شما را بیفایده اینجا داشته ایستادم. ندارم. و من یک زجیگل که یابد. چی گپ است اینجا؟ السلام علیکم. و شما میگویم زجیگل که نداره؟ نه نداریم. چی خیلی زجیگل که؟ من دارم. نکنید. چیکار میکنید؟ ندید. مرحمت. تشکر زیاد دامولا، مانند خیزر پیدا شدید. استغفرالله، هیچ کم ندارد. یک زجیگل که بوده. دامولا کنی این طرف گذارید. مرحمت. من اینجا نیستم. گذار. چیکار کردی؟ چرا زجیگل که رو دادی؟ آی برادر، من به اینها یگان علاقمندی ندارم. زجیگل که پرسیدید آن رو آخر دادم. برادر ما رو گذارید رویم. زود سرده. بسم الله. نمیشود. اگر شما رو سردیم به پلیس خبر میدهید. برادر در اینجا هیچ کس به پلیس مراجعه نمیکند. من کفالت میدیم. تو به اینها کفالت میدهی؟ به تو کی کفالت میدهد؟ آدامولا زیا من کفالت میدیم. من هم. حتی من هم کفیل هستم. بار نکنید دکا. من نیستم. این ساختکار است. و دامولا نیست، ساختکار است. دروغ میگویی. دروغ چی گفته ایستاده است؟ دامولا این چی ها گفته ایستاده است؟ ایوای دیوانه است. خانم زورا با او اهمیت ندید. او کسلی است. سرش کمتر بیران است.
بیا یعنی سوختکار است یا کسلی؟ دوملو خانم زهرا دیوانه است اهمیت ندهید. برادر گوش کن دوملای حقیقی منم وای دیوانه است ساختکار است. حال ندیدی؟ بس از دمتون را گیرید. در کجا رسیده بودیم؟ خیر بیا دکنون فراموش کنه. این کارو نکنه. سرم اوف و من چی شد؟ با فکرم هوای جنگل کمتر وزبینی کن از اوش رفتم. خواهش میکنم ما گناه نداریم. این صدای سیلین است از درون می آید. لوین به پیش کنی لوین از داخلشیم تپانچه رو برار. لوین تو آمد خانم سیلین دستا با بالا. بالا از این از کجا پیدا شد؟ لویت من آمدم خانم سیلین. حالا میفهمونم پستالتی مکاروف در مگزینش 14 تیره یک تریگش در نوکشه ما بگیرنش. اولالا اوچه جنوبه اینجا بزر چه استا با همه قربخانه برسید. در نجسی نیستو. خفه نشوید خانم سیلین شما رو نجات دادن نتوانستم اما تایلم که با شما بمیرم. این خیلی میشود لوین تو برای من شده حیاتت رو زیر خطر موندی. اگر حیات شما در خطر باشد حیات من هیچ اهمیت ندارد خانم سیلین. مدام که با شما زندگی نکردم پس با شما مردم برای من شرف است. ای سیلین خب کن دمت را گیر زبانت رو میبرم از فرصت استفاده برده کمپلیمنت نکن. کمپلیمنت نه همه این حیثیت حقیقی من باشد. حتی برای خانم سیلین سینم سیپر میکنم. من آمادم که جانم را برای خانم سیلین قربان کنم. پرانید. بله در کجا رسیده بودیم؟ بودویو به همتون الوداع. آله به سرسی ملشم. تو چی میگویی؟ اول من را گوش کنید. این دختر خانم زهرا امروز روز نکاحش بود. لحظت شوهر را نچشیده او را میکشید. خیلی نابودی زهرا اینکه الان کلتکلش پدر سوخته او را معیوب کرد. آرزوی این از کلتکلش انتقام گرفتن است. خیلی بمونه به مقصدش برسه بعد بکشینش. کنون این راست میگوید. همین خیر تو خواطر نشو برادر من به جای تو از کلتکلاس انتقامت رو میگیرم. نمیخواهم من انتقام خودم را خودم میگیرم. تو دخالت نکن از تو هیچ چیز نمیخواهم. اوه مرده ها چقدر انتقام میگیرن از همین سبب گفته ایستادم. نباشد خانم سیلین را بینید او حالا بلویتی دوست داشته است اظهار محبت نکرده است. این خانم زیبا لذت دنیا را نچشیده است. لطفاً ما و سیلین در نرسید دیگه کار ندارم. اکی مافیا با این کثافت نگره از فرصت استفاده برده حالا هم کمپلیمنت دارده. خیر درباره این اماکی سرشکستگی چی بگیم؟ این اماکی سرشکستگی اماکی در بلاد یگان معلومات ندارم. گبزه که کی خط تعریفت کنم که نکشنم. از می بلود امام حقیقی امی خیلی نامی من لیوید میلیتسه حقیقی. بس کنید دمتون را گیرید. شما سری من را ویران کردید. ای نامرد چه دخترها را میترسونی؟ اطرافتان یاده شده است تسلیم شوید. سردار اونال است. اونال سردار اومد. گرسنم در آمده حالا شما را از پای می افتاند. اطرافتان یاده شده است گفتم دستانتان را در پوچ سر گذاشته تسلیم شوید. بلا زنم اینها از کجا برآمدن؟ سردار چکار میکنه؟ ای نمک با جلوه حیات نگره حتی سردار اونال با کار آمده. خدا مددگار است. آمدن سردارم شما را پارا میکند. لازم شما را نابود میکنم بلا زده ها. همتون در دستم هستید. یگان کس کاری کردن نمیتواند. شما را آخرین بار آگاه میکنم تسلیم شوید. کاکنی چیکار میکنی؟ خاموش استید فکر کرده ایستادم. نمک آجام بزن. هیچ کس نپراند در داخل آدمون ما هستند.
سله نیستی. این منم لیوین. من خوب هستم. تو خودت رو گیر. مالش خانم سله. حالا من باید با بیرون برآمده با سردار اونا هم یادم بیارم. از همین سبب شما در اینجا پنهان شوید. دامونه در اینجایم. اما که چیکار میکنی در اینجا؟ گل چی ایستادن؟ این چی کردم؟ پنهان شده ایستادم نمیبینی مگر؟ خیلی جای خانم سله نبیشه. نه اینجا رو من گرفتم رفتم در دیگر تو پنهان شده. اما تو پس من اومدن گیر من تو رو با بیرون میبارم. در آنجا خانم سله پنهان میشه. زود باش. هم مردک نتز رفتیم. خانم سله در اینجا پنهان شو با در اینجا نتنو فهمو؟ لیوین من میترسم من رو در اینجا نگذار. مایلش تو چی کار کرده ایستاده؟ دارن یه مورده بگی خوب کن. لیوین یک تاش میگریزه. کنون دیوانه باید مرا نمیزدی. من به تو نشان میدهم. دمت را گیر بشرف. تو باز با طرف من سلاح دراز میکنی ها؟ حاضر من تو رو در اینجا نابود میکنم. از جای نجوم. باز ما میخوریم کنون. این کجا شد؟ بلا زند. نمک جزدان رو ده. کمیسر آدم گریخت اما الماس ها رو نجات داده. چی خیل الماس؟ در داخل این جزدان الماس است کمیسر. با پلیس ها امانت میکنه. چیزی که نباشد وظیفه شهروندی ماست کمیسر. پسرها زهرا یزنه خوب هستی؟ خوبم یزنه در وقتش اومدید. یکون چیز نشده؟ نه چیزی نشده است. همه خوب هستی؟ خوبه. شما هم خوبه؟ شکر خدا خوبه. زیاد در کجاست؟ نمیدونم. با فکرم در داخل بود. یزنه بیایید به داخل درایم یک بار با شناس میشوید. خوب شناسایی به همین روز نصیب بود است. بیا رفتیم. بیا شناس شدیم. همین تو نمیرسیدی. بیایید. داملازیا حاضر در همین جا بود. با کجا رفته باشد؟ انیق در همین جا بود. انیق کمی پیش در همین جا بود یزنه. زهرا جان تو بسیار مانعه ها را پس سر کردی. این هیچ گپ نیست. کنی بیا رفتیم. یزنه جان انیق در همین جا بود گفته سودان. مایلش بیا اکنون میبرایم. بیا. یا خدای توبه در کجا باشد؟ بیا رفتیم. با آقای اون نشنو شدن نتوانستیم چون با زیارت شوکت رفتم فراموش کردم. شوکت خوب است؟ یگان مشکلی داره؟ خوب یعنی برای ما کمک پرسیدن رفته است. نه همه خیلی حادثه ها میشه. زهرا جان پاپا جان زهرا جان دخترم بابا جان دوستم دوریست. شما خوب هستید؟ خوبم. یگان درد رو نبینید. رحمت. به تو ضرر نرسوندن؟ بابا جان خاطر نشوید. کمی نفهمی شد. تمام همش گذشت. من خوب هستم. به تو ضرر نرسوندن یا؟ نه بابا جان منو برید من خوب هستم. میلشون لیکن آن احمق خواستو چی میخواستند؟ بابا جان در جزدانم الماس قاچاق بوده است. چی؟ نفهمیدم چقدر الماس قاچاق؟ الماس قاچاق در جزدان چیکار میکنند؟ آقای اکرم یعنی نه زهرا نه هیچ کس از اون الماس ها خبر نداشت. یک لحظه که این را به من خوبتر فهمانید. انا حاضر الماس قاچاق در داخل جزدان است. تو باشی از این خبردار نیستی ها؟ نفهمیدم آخر. بابا جان چه خیلی که میبینید ما همه سخت خسته شدیم. به داخل داریم همش رو به شما میفهمونم. میشود؟
خیر با من اجازت با خونه رفته استراحت کنم. پسرم اینجا جای بیگانه نیست، در بالای استراحت کردم میتوانی؟ نه آقا من با خونه رفته لباس هایم رو عوض کنم، بسیار خسته شدم. میلش با اجازت شباتون خوش. شبای خوش. خیر خواهرکم خواطر کردی. این حادثه به سرمان آمد رابین، نیکا باز دیر برگزار میگردد. دیر نمی شود بابا جان، تنها یک روز دیر برگزار می گردد. اما بابا جان یک خواهش داشتم، من این دفعه از اونا رو دعوت میکنم. نه تا وقتی که من در حیات هستم اون پایش رو به اینجا نمیگذارد. بابا جان او حیاتش رو در خطر مونده، همه ما رو نجات داد، میفهمی؟ البته نجات میدید، مگر او پلیس نیست؟ البته نجات میدید، وظیفه‌اش است. بابا زورا لطفاً دیگر در این باره گپ نزن. آن آدم که حله را فریب داد دیگر رویش را دیدن نمیخواهم. تمام. زورا جان تو میگویی که پگاه توی شود، اما با لباس عروسیت نگر چه خل شده است؟ این را چه خل بابر میکنی؟ پس من لباس عروسی پوشیده نمیتوانم؟ در اصل پوشیده میتوانی. بابا جان این لباس عروسی از مادرت. این را به کسی دادن دلم راضی نبود. خوب کردم. بین نصیب دخترش بوده است. خدا به تو آیله خرسند و خوشبخت نصیب میکند انشالله. در داخل این لباس عروسی مثل مادرت خوشبخت شو دختر زیبایم. این کار بسیار مهم است لبن. از بالا امر قطعی است، یگان کمبودی نمیخواهند. از با طوری به خطر رسیدن این الماس ها امین شدرم در کار نباشد عاقبتم بد میشود. سردارم یگان کمبودی نمیشود، آخر من پروفسیونالم کو. چی میگویی؟ مگر آدمان این الماس ها رو پیشکی دزدیدن؟ باز نمیدزدند مگر؟ سردارم غم نخود، تغوریه همش تغوریه. در انتقال ما هم میشویم. گپ نیست. زهرا خوش آمدی. خوش باشید یزنا. سلام. مرحمت شین. وقت دارید؟ بله. خوش آمدید خانم زهرا. سردارم من روم. مایلش. این شخص بسیار شوخ است. سلام علیک خانم سلین. السلام. با فکرم خانم زهرا را انتظار هستید، اما بیرون بسیار خنک است. مرحمت به کابینت من. نه او رو انتظار نیستم، یعنی ما یک جای آمدیم. من تو رو انتظار بودم. خانم سلین اگر من نسبت شما نفهمیده یگان کاری ناجا کرده باشم عذر. نه یگان کاری ناجا نکردی. بعد از آن حادثه برای تشکر گفتن آمدم. حادثه جنگل میگوی؟ این خیلی کار میده چوده را من اهمیت نمیدم خانم سلین. مگر بی اهمیت میشود عزیزم؟ یعنی تو خود رو برای من سپر کردی. در حقیقت بسیار سپاسگزارم. ای خانم سلین این خطر سخنهای شیرین دارید. مرا چنان تعریف کرده که خودم را ستاره مشهوریست کردم. آخر تو هم همین خیل هستی؟ یک دقیقه. من نگفتی جون؟ بله، یعنی بعد از آن حادثه برایم در حقیقت شخص مهم شده ای. این رو برای تو گرفتم. توفه رو برای من گرفتی؟ برای همش تشکری زیاد لوین جان. لوین خوب هستی؟
خوبم خانم سلین. این چی حسیات بود؟ وقتی که ما رو بوسه کردی موی تنم خیست. خانم سلین جای مچک کردگی در ما هیچ وقت نمیشود. یزنه از آنی که شما به نکاح هم آمده نمیتوانید سخت غمگینم. غمگین نشو زورا جان، یعنی من میدونم که گناهی تو نیست. یزنه عجبا خودتان رو دیگر کرده اومده میتوانید؟ خودم رو دیگر کنم؟ بابایم در آن حالت شناخته نمیتواند. بیایید یزنه، من آمدنتون رو سخت میخواهم. مایلش میبینیم. مایلش گفتید یزنه جانی من. بسیار سپاسگزارم از شما یزنه. در حال خرسند نشو، من گفتم میبینیم. آخر یزنه بسیار میخواهم میگویم. اپام هم بسیار خرسند میشود. با خودم رو دیگر کردنم؟ یزنه البته که از برای خودتان رو دیگر کردن نه، از برای شما رو دیدن. تو از کجا میدونی؟ من میدونم او آخر پیمان است. آخر او نمیفهمد، من به او فهمانده نمیتوانم. یعنی چی او فکر میکند که من او رو فریب دادم؟ با آخرم راست نمیآید. یزنه این حال همینه دار است که بسیار حساسی است. لیکن به او فهمانده نمیتوانم. بیشتر برای از پس کلت کلاس بودن مرا گناهکار میسازید. چی کنم؟ آخر کار من همین است. البته که از خفای جنایتکارا میشم. همین خیلی نه؟ البته. خیلی هیچ کم نه. تو رو با اینها غمگین نسازم. مایلش خودم را دیگر کرده میآیم. یزنه شما یک دید. بسیار سپاسگزارم. لیکن گوش کنید، شاید میبینید. مالش شما میبینید. میبینیم. کلت دلدار بسیار توفه زیبا برای من بسیار مقبول شد. این خانم زورا اینقدر دیر بر آمد؟ بله. چی اینقدر بفهم است لیوین؟ دختر برای تو هدیه آورده است و تو چقدر پر اهمیت بودنت رو گفته است. حالا باشد از تو یگان حرکت انتظار است که به گفته تو رو بین. خانم زورا در داخل بسیار استاد. من گپ شما رو آنقدر خوب نفهمیدم سلین جان. چی رو نفهمیدی؟ من وقتی گفتم این خانم زورا دیر برآمد شما چیزی گفتید که من نفهمیدم. عزیزم یگان جای نفهمیش نیست. بله گفتم زورا اکای اونال رو به نیکو دعوت کرد. نیکو؟ نیکو رو از سر میگذرانند. بله پگاه شب، اما این دفعه در قصر خودشون میشود. خدا ما رو هم به می روزا برسونه خانم سلین. آمین. در اصل برای خانم زورا بسیار خرسند شدم. یعنی اکنون او صاحب عائله می شود با شبار کودکانش حیاتی خوش خرسندانه بسیار زیبا. انشالله. عجبا شما را هم شو میفوره خانم سلین؟ من؟ بله شما. لیوین تو همین قدر سوال های عجیب میدی؟ اما من جواب سوالم را نگرفتم خانم سلین. یعنی البته که من هم مانند هر دختری جوان ازدواج کرده عائله برپا کردن میخواهم. میخواسته است. عجبا از من تکلیف ازدواج را انتظار است. یعنی در نتیجه آن لباس سفید رو بر کردن. من هم مثل دیگران همین آرزو رو دارم. امیدوارم که فتح سفید رو میپوشد و زیباترین عروس دنیا میشود. لیوین باشد دامادی پیش میشه. تشکر زیاد لیوین. البته اول یگان نامزد یافتن لازم. من البته شما درست میگویید. سلی جان با چشمان من نگاه کردن نامزد یافتن در کار است میگوید. انیق از من تکلیف خانه‌دار شوی را انتظار است. سلی جان پدر و مادر من در قشلاق دور زندگی میکنند. در قشلاق برف باریدگی آمده نمیتونم. بخشش زیاد بخشش. برای چی؟ من درباره خواستگاری گفته ایستادم. مسئله خواستگاری؟ راستی گپ در قشلاق ما تمام عرف و عادت رعایت میکنند. در ما دختر و کلانها خواستگاری میکنند. من خودم تنها خواستگاری کرده نمیتوانم کو. تو درباره خواستگاری دختر گپ زده ایستاده. تمام فهمو. تو بلوچه در حال میدوند که من او را خواستگاری میکنم باز خودش را پناهداری میزند. هیچ گپ نه، همه کار خوب شوند حلش میکنی. در اصل خانم سلین من این محبت را یعنی آنقدر هم دراز کردنی نیستم. بعد از این صحبت میخوام هر چی زودتر با پدر و مادر مسئله تو رو ببینیم. در دلین کسی هست به فکرم. این رو بینه گپ زدن میگوید. به فکرم تکلیف عائله دوری کرده است. یعنی البته که راست میگویی. اگر هر دو طرف قرار داده باشند این کارو در روز دادن نقدر معنی نداره. البته عزیزم البته هر دو طرف راضی، اما مسئله پدر و مادر من رو چی حل کنیم؟ چی فکر داری سلی؟ لیوین غمگین نشو. خودت تنها رو به خواستگاری هیچ گپ ندارد. خودم توقع میشوم. خودم تنها به خواستگاری روم. عجبا دختر از این نمیرنجد. نه چرا غمگین شود کی؟ این دختر در حق لیوین مرده بوده که خانم سلین میگوی پگاه با خواستگاری بیام یکم پرابلم نمیشوه. من نفهمیدم.
تو با نیکو میویی؟ سراسیما نشم اول خواستگاره بعد نیکو. ها هاگو میایم. گفتی من فکر کردم درباره نیکوی زورو گپ زده ایستاده‌ای. نه خیلی بد گپ میزنیم. خانم زورا مبارک شود. میگن روزی نیکو را در دیگر روز مانده. تشکر زیاد لیوین. سلین میرویم عزیزم. خیلی خانم سلین وقتونو نمیگیرم. خدا خواهد فقط ساعت 4 وا میخوریم. بسیار بر وقت است. تو خیر خودت میدونی. نه روزانه گفتم یگان کار نداشته باشیم با. نه من تمام روز در قصر میشم. برای تو گفتم. نه برای من فرق ندارم. من 24 ساعت در آفیس محمد علی نمازی بامداد میخونم میام. بیتل جان چی خیلی تو؟ خانم جانم تو چی خیلی؟ تشکر زیاد. سلام سلین. سلام بیتل جان چی خیلی هستی؟ تشکر زیاد سلین جان. بخیر است. در اینجا چی کار داری بیتل؟ من برای برادرم رو پرسیدن اومدم. اکاترو؟ بله. بخشیشو درباره اکام به دستتون یگو معلومات اومده است. خاطر شدم. نه ما درباره کلتکلس معلومات نداریم. پیدا شد گپ میزنیم. کلتکلس؟ کلتکلوس؟ آدمی که یزنه اونال از قفای اوز اکای بیتول است؟ با خدا که اکای میره. چی؟ یک دقیقه من کلتکلس گفتم؟ بله کلتکلس گفتی؟ کم در پیش کلتکلس اکای من است گفتید. اون آدم کیست لطفاً گویید. کی میشد؟ جنایتکاری که سالهاست ما رو میدواند. جنایتکار؟ چی؟ کی میداند خدا در کجا ها پنهان است. اما از ما گریخته نمیتواند. در آخر ما را دستگیر میکنیم. دروغ میگوید. اکای من جنایتکار بوده نمیتواند. بیتو پاوقا جنایتکار وزدیل نیست. بله برادران، معلوم دیروز نیکوه همون برپا نشد. بعضا پرابلم های شخصی داشتن. از همین سبب نیکوه رو با پگاه گذاشتیم. سلامت باشید. استاد بپرس اجری بپرس. استاد فیلم هدایت رو کسانی که غیر قانونی نسخه برداری میکنن حکمشون چی است؟ تو هم غیر قانونی نسخه برداری میکنی؟ نه استاد بعضی شناس ها این کارو میکنن. آیا تو نمیدونی که آنها راست به دوزخ میروند؟ نمیدونستم استاد. هجری تو در کدام عصر زندگی داری؟ استاد راستیگه یک شناس دارم. هر وقتی که از او فیلم میخرم دیسکای غیر قانونی رو با من میدهد. از این خاطر پرسیدم. کدام فیلم رو میگویی؟ فیلم هدایت رو استاد. یعنی غیر قانونی نسخه برداری کرده از پایان میز میفروشن؟ شما این رو از کجا میدونید؟ آن غارتگرها را که نمیداند. استاد رفیق من هم همین کار رو میکند. یعنی زحمت دیگران رو میدوزد. اما استاد پولش هیچ برکت ندارد. از همه قرضدار است. پولی به زحمت برکت ندارد. این را بدان. بله استاد. هجری من با تو گفتم آنها با دوزخ میروند و کسی که توبه کند و مهنت حلال کند خوش به حالش. استاد شما با من گویید که حکم این پیرت ها چیست و آنها را چی انتظار است؟ بنویس هجری. اول اینکه آنها با این کار ناشایان سخت عادت کردند و عادت را پرتافتن مشکل است. یعنی پیرت های آنها فکر نمیکنند که برای آفریدن یک فیلم چقدر مبلغ صرف می شود. فهمیدی؟ فهمیدم. اما استاد آدمانی که از این کاری ناشایان دست میکشند گناهشان بخشیده می شود؟ اگر از این کاری ناشایان دست کشیده توبه کنند عاقبتشون به خیر می شود. اگر نکنند در دنیا و آخرت جزایشون رو می بینند. فهمیدم استاد. خدا از شما راضی باشه. از تو هم راضی باشه. پیرت هایی که توبه نکنند راست به دوزخ می روند. رفته رفیقم را گویم. بیتول سالهای دراز است که اکایش را جستجو دارد. کلتکلس بوده است. باورم نمیآید سیلین. بسیار غمگین شدم. بله به دختر بسیار بد شد. زورو جان تو به آفیس رفته ایستاده ای؟ نه جانم. من یک زیارو خبر میگیرم. گپ میزنم که یگان کمبودی نبراید. اما تو را به آفیس میبرم. مالش جانم. کوشا
سردارم بعد چقور چقور به درون چشمانم نگریسته نزدیک شده بعد مرا بوسید. بوسید؟ بله ایلین جکام. ای دیوانم، من هم گفتم یگان چیز رخ داده. این خیلی میشود سردارم، شاید برای آدمان چیز کوچک باشه اما برای من قدم بزرگ است. لوین، ها پسرم آیا سلن در حقیقت تو را دوست می‌دارد؟ البته که سردارم دوست می‌دارد. بینید به شما نشان میدیم. این چیز پسرم مانند دانشجو دخترم به گردنت انداخته ای. سردارم خانم سلن کلید دیلش به من توفه کرد. پسرم سفسته نگو آخر، سلن به تو هدیه داده است؟ سردارم شما نمیفهمید اما در حرکت‌های خانم سلن به من یک اشاره هست. مثلا درباره ازدواج خانم زهرا دور و دراز نقل کرد. چرا؟ چون که زهرا ازدواج میکند. بیامون سردارم، او هم گفت که من هم ازدواج کردن میخوام، من هم لباس سفید پوشیدن میخوام. لوین گفت خیلی دختر ایزا میکشه، این چیزا رو آشکار گفته نمیتوانه. لوین گوش کن، بسیار سفسته نگو پسرم، این کارا این خیلی پوشیده نمیشوند. اشاره چیست؟ سردارم من اشاره را گرفتم. پگاه وقتی نیکای زهرا منم چله تیلا را در چلیک سیلن میدازم. او را منتظر نمیکنم زیرا که لوین را میخواهد. خدای توبه. پسرم تو به این دختر تکلیف اویله دارشوی کردی نکردی؟ چی خیلی به خودگوری میروی؟ سردارم معلوم است که سلم وقت را کشاله کردن نمیخواد، میخواد که توی تیزتر برپا شود. شوش میفراخه پگاه روزی بزرگه. لوین، من با این سر تو زندگی کردن رو بسیار میخواستم. یعنی تو خرسند هستی؟ در حیات من خیلی خرسند نبودم سردارم. سرت رو بردار. یعنی مانند تو بودن را نیو خواستم را دیدن میخوام. این چی معنی دارد سردارم؟ نفهمیدم. یعنی به سر تو صاحب شدن میخوام لوین. هیچ چیشه نفهمیدم سردارم. جانم چی واقعا روی بود؟ هیچ چیز نی مادر جان. کنی به من نگر، چی خیلی هیچ چیز نیست. از گریه کردن چشمانت ورم کرده است. تنها اکم به خاطرم اومد. جانم برای همین این خیلی گریه کردی؟ مادر جان کودکیم رو به خاطر آوردم برای همین. در اصل اکم که سالها جستجویش دارم. چه خیلی که گویم که یک روزی گریزه بود از چه خیلی. بیا جانم بس کن اکنون ها. دامولا زیا و فاتحه شده ای نازوکش آمد. دامولا سلیم با کارگر ساخته نکاح کن گپ زد. او باز می آمده است. شما چی کار کردید؟ مسئله دامولای ساخته رو حل کردید؟ حل کردم. هجری این کار رو حل میکند. فهمم. خوش آمدید دامولا. خوش باشد خانم. دینا شب برای شما بسیار خواطر شدیم. بله نپرسید، یک کمبودی شده گذشت. دامولا راستی به نکاحتان آمده نتوانستید. ای جانم تو هم چقدر غمگین شدی. همین خیلی نه؟ خانم بیتول خوب است؟ خوب است خوب، هیچ گپ نیست. یگان شیرینی بیاره میخورید؟ خانم زهرا میخورم. همین خیلی نه عزیزم. دو چای هم بیارید. دامولا به بیتول چی شده است من نمیدونم. چی شده است؟ امروز در شعبه پلیس دیدم اکاش رو جستجو دارد. اکاش رو؟ میدونید اکاش کی بوده است؟ اون دوزی گریزه که یزنه اونالی من همیشه در جستجوی اوست. کالتاکیل است. ماشین آمده ایستاده است. کار رو زود حل کنید فهمو؟ مایلش حل میکنیم سردار، شما خواطر نباشید.
ببوس به گردنت انداز. سردارم خودش چی گپ است؟ چرا چراغک اینقدر دراز کشید؟ سردارم ما ملیسای مخصوصیم. چراغک را سرخم گذاریم کمیره ها نمیبینن. این ماشینی دولتی است. صف زده نگو. بگذار همی کمیره اگر زد من جریمه شم میتم. بگذار. بسرم از راستی چرا چراغک سبز نمیشود؟ دیوانم کرده؟ یه بس سکن سال شو. کارها همه حل شد سردار. تو چه خیلی آدمی بد شده میتوانی؟ چه خیلی؟ ترساندم خانم. نه من کمتر پریشان شدم. دوملو مرحمت. اگر اجازه دهید من درباره یک مسئله با شما گپ زدن میخوام. البته مرحمت کنید. تشکر. در شعبه پلیس با زهرا با فکرم روبرو شده اید. درباره اکاتون بعضی چیزها رو فهمیده اید. یعنی خانم به طور شما رو میفهمم اما خود رو بهوده غمگین نکنید. چه خیلی غمگین نشوم دوملو. اکام که سالها جستجویش دارم یک دوست و جنایتکار بود است. چه خیلی غمگین نشوم. شاید چه خیلی که شما فکر کرده اید کارهای بد نکرده است. همین خیر چرا پلیس او را میجویند؟ گوش کنید خانم بتون. باور کنید حیات هر کس رو با هر گونه راه روبرو میکنه. در کودکی از هم جدا شدنتان رو گفته بودید. شما خوشبخت بودید که با عائله خوب افتیده اید. اما شاید برای اکاتون این خیلی چیز نصیب نشده است. دوملو این برای بدی های کردهش بهانه شده نمیتواند. خانم بتون در حق اکاتون چنین فکرهای بد نکنید. با فکرم وای آدم خوب است. من در این باره دیگر گپ زدن نمیخواهم. اکای من اکای بد شده است. اکای بد. ندیدم. دروغ میگویی. جای خودی پولهایم را تنها تو میدانستی. دروغ میگویی. اکای بد. شاید اکاتون کارهای بدی کردهش رو فهمیده است. چه دانم شاید توبه کرده است.
من پگاه به شوبه رفته در باره اکم تمامی معلومات رو دسترس میکنم. در دستشون شاید یگون صورتش هست. وقتی از هم جدا شدیم 10 ساله بود. اکنون کی میدونه چه خیلی انسان شده است. چون اون دونستن میخوام که فهمونده نمیتوانم. اگر خواهرم رسمم رو ببیند، نه، مرا این خیلی نباید شناسه. خانم دکتر در اومدن ممکن؟ البته مرحمت. من میروم خانم. داملو، من از شما یک چیز خوش کرده میتوانم؟ البته. چیزهایی که در باره اکم گپ زدیم در بین خودمون ماند میلش؟ مایلش. اگر باز به خانم زورو گوید که به هیچ کس نگوید بسیار خرسند میشوم. خواطر نشوید خانم. من به زهرا البته سلامتون رو میرسونم. میلش، تشکری زیاد. روز بخیر. خوش آمده. خوش باشه. خوش آمده. خوش باشه. خوش آمده. خوش آمده. سلام علیکم. تشکری زیاد. بسیار هم الماس قیمتمان را نجات دادید. خواهش میکنم آقا، خواهش میکنم. وظیفه‌مان است. شما با رفتار خاکسارانه سردارم ننگرین. برای این الماس را نجات دادن چی جانکنی ها کرد، چی ها عذابا. حتی من در آتش این حادثه قرار داشتم. وجدان انسانی. نسبت شما چقدر متشکرم به زبان آورده نمیتوانم. شما قهرمانی حقیقی هستید. سردارم با فکرم به مو میدل میدید. پسرم سرسته نکن. کی دیره با خدا من نمیدونم سردارم. چه خیلی نمیدونی؟ خودتی رو مگر تو نگاه نمیداشتی ها؟ خودتی رو من نگاه میکردم. خیلی پس چی شد؟ الماس ها خود به خود بطگی زمین در آمدن. بوری من نکن با خدا من نمیدونم. تو باتم نکن. بیازی پسرم میزنم. کمیسرونر الماس ها در کجایند؟ نمید الماس ها در کجایند؟ نمیدونم سردارم. وای من نکنه. آنها را میابیم. نابود الماسان لیکن سردارم از میدان افتخارنامه ها مونده. من حالا با تو میدان رو نشان میدیم. در این زمان سردار خطه باور کرده نمیشود. ببین پسرم خوب فکر کن. الماس ها رو تو را بودی ها؟ سردارم به خدا قسم که نان بزنم که الماس ها را من نمیدونم کجا رفتن. من آدم تو را چنان میزنم که کمیسر اونال سردار وضعیت چه خیلی است؟ وضعیت یکون پیشرفته نه سردارم. یعنی الماس ها یافت نشدند همین خیل؟ متاسفانه ما الماس ها را با شما امانت دیم. شما برده به دیگران امانت بکنید ها؟ وجدان انسانی ما نگرفتیم. ایچ خیلی گپ زنیه. مرا گوش کن. و تو تا پگاه سحر مهلت میدیم. یا آن الماس ها را یافته به اینجا میاری یا اینکه تو با رتبت ودا میکنی. مرا فهمیدی؟ فهمیدم سردارم. نابود شدم. سردارم راحت باشد راحت. فکری وظیفه رو نکنید. پیش از شما در این کرسی چند نفر دیگر ششتگی بود. 6 تند و شینیم و باز 6 تند و شینم. پسرم تو دیوانه ای؟ تو مگر دیوانه ای؟ وای سردار امنیت است. سردارم این چه خیلی گپ زنی است؟ سردارم غم شناخت تقه مای بالای کو. ای دف شو. ای رود سیاه کو.
майлаш оғои Толиб. Пагоҳ шаб барои никоҳ ба қасри мо меоед, а? Бале, дар вақти гуфтаам. Майлаш, то бозӣ, хайр набошад. اوف سمی چقدر شیرین هستی. با تو چی خیل گویم که تو رو دوست ندارم سمی. آها چی خیل دختری شیرین. سمی چی من با تو یک چیز رو گفتنی بودم. همین خیله. مایلش تو رو گوش میکنم. دختری شیرین. چی خیل دختری شیرین؟ این خیل نگو. دختری شیرین بابا غضبناکی میکرده است. او بینی پچقی گیزلای منه. چی کار میکنی؟ هیچ تنها دوستداری کردم که. حالا دوستداری رو یک طرف گذار. چی؟ با یاداری وقتی که از مکتب میبر اومده در این باغچه چی خیل بازی میکردیم. از جایت نجوب فهمیدی؟ چشمانت رو محکم کن. عاشق شدنم رو فهمید. با فکرم رو بوسه میکند. کنی در دیلت یکون چیز رو ارزو کن؟ نه برای همین؟ لبایی؟ نه هیچ چیز نه. مایلش یکون چیز رو ارزو بکن اما در دیلت ارزو بکن. با هیچ کس نگو، با من هم. مایلش ارزو میکنم. آخر من در این حیات یک تا ارزو دارم. اونها بچه ها من از خواب خسته مشقم رو کردم. شما حاضرم خواب آلود هستید؟ چی خیلی شما جوان هستید؟ نفهمیدم. آخر که فاروق شما از همه ما هم جوانترید. سلامت باشی سمی جان، سلامت باشی. ملیش جان تو چیز گفته استوده بودی. اهمیت ندارد. خیر میلش من رفته دیر نشده حمام کنم تا بازدی. شنکه جان. ملیس بالا یا پایان؟ چی میشد آخر اگر پایانش میبود؟ یگان علاج کرده رسمم رو باید نیست کنم. در آخر ود آمد وقتی دمونم. حالا ایست. اوی لوند خوب فکر کن. در راه چی کار کردی؟ به خاطر بیار. سردارم به خدا قسم میخورم که یگان کار نکردم. من دوست داشته خود با خانم سلین نقشه های چخیل آیله دار شدنم رو فکر کرده ایستاده بودم. دیگه هیچ کار کردی؟ حالا من نقشه آیله دار شویت رو نشان میدیم. الو لبای من یاردمچی کمیسر لیوینت هستم. با کمیسر رونال گپ زدم میتونم؟ به خدا یگان توصیت دادن نمیتونم. همین خیلی گیزلی است که گپ زدن نمیخوام. کیوه؟ سردارم من حل میکنم. شما راحت باشید، آرام شوید، اهمیت ندید. برادر کمیسر رونال در آنجا نیست؟ در میجاز همین خیلی گیزلی است که قدش گپ زدن نمیشوم. دزدای بیناموس الماسا را رسیدن. سردارم در تای گپ مون از همین خاطر سردارم غضبناکه. ای حالا تو با کی گپ زدی همه چیز رو نقل کرده ایستاده ای؟ سردارم من چیکار کردنم را نمیدونم. بیمار شدم، از دهانم هر خیلی گپ میبراید. حتی امروز با خانم بیتول گفتم که کلتکیل است اکش است. چی؟ یه خدا تو را زنن لوند. سردارم سیراتون رو از کشه گرفتم ما رو برآورده پرانه. همه رو میشنوی؟ میشنوم. برادر با شما 100 بار گویم که همین سردارم خودت غضبناک است، گپ زدن نمیخواد. از دن من برآمد که الماسا را دوزیدن. باید گپی مرا در هر جا گپ نزنی. گوش کن، اگر همین گپ رو از دهان یگان کس فهمم قسم میخونم که تو رو در یگان جا قپیدن جزایت رو میدیم. مرا فهمیدی؟ سردارم یافتم. فراموش میکنیم، همش رو فراموش میکنیم. فکر کنید که هیچ چیز نشده است، راحت شوید. حتی جنگی که با ینگه حله کرده از خانه برآمده رفتنتون هم فراموش کنید. ای خدا تو را زنن لوند. چیزی که در زندگی هم بود همش رو گفته دادیه. با من ده گوشک را با من ده. الو تو کیستی برادر؟ من کلتکیل است. کلتکیل است؟ کلتکیل است سردارم. تلفن ابت یک دقیقه مهمش دارم بگم. بسیار تعجب کردم لوند. چی میگویی؟ بچه در کجا میگردی؟ انتمت را گیر باز یگانت نزنم. چی میخواهی؟ گوش کن کمیسر. گپ را درال نمیکنم. حاضر با تو یک شرط میکنیم. باز چی خیل شرط؟ وقتی که خواهر من با اینجا میآید روشتهایم صورتهایم هر چیزی که درباره من است یگان تاش رو نشان نمیدی. فهمیدی؟ چیزی که درباره من است نابود میسازی. یا خدایا توبه. تو مرا تهدید کردی دادی؟ تو خودت رو کی میحسابی؟ من تهدید ندارم کمیسر. شرط رو پیشنهاد میکنم. آنها رو نابود ساز. نابود نسازم چی میشود؟ اگر نابود نسازی الماس ها را فراموش میکن. الماس ها را تو دوزیدی ها؟ سردارم الماس ها را همون بیناموس دوزیده است. تو بکنم تو یک مشتش بزنم. من ندوزیدم اما دزدان را حتما میابم. اوی بشرف باز دروغ میگویی؟ کمیسر
گوش کن، تو مرا میشناسی. اگر من دزدیده باشم میگویم که دزدیدم. قبول میکن. من به تو احتیاج دارم، تو با من شرطم رو شنیدی؟ همش همین. اوی بیشرف، من شخص قانونیم. مانند تو با یک جنایتکار چرا همکاری کنم ها؟ اگر اون الماس ها یافت نشوند تو را از کارت میرانند. تو برای دستگیر کردن من قسم خورده ای. برای وظیفت رو از دست ندادنت و برای مرا دستگیر کردنت تو دیگر چاره نداری. خدا تو را هم الماسات را هم نابود سازد. ولی به قبم گردن تا میشکنم پچک. تمام سردار، غم نخور. الو چشمشا گرفتم تمام. حالا یک میزنمت. تو را نگفتم. جواب بده کمیسر، وقتی بسیار ندارم. خوب میلش قبول میکنم، اما گوش کن. پگاه سحری آن الماس ها باید در دست من شوند. اگر نشوند پس میدانی چی؟ به خواهرت همه اچ رو میفهمانم، حتی شخصا خودم. من راضی. سردارم میگوی که الماسا را کلتکلز دزدیده است. نه، اون ندزدیده است، اما از شخصانی که الماسا را از ما را بودند دزدیده به ما میآورد. سردارم نباشد خرسندی کنید. باز با وظیفه‌تون برمیگرده سردارم. چی گفتی سودایی؟ مرا دیوانه نکن. عصب‌هایم ویرانند. خاطر بینمان نگاه حادثه میشود. سردارم آروم باشید، غم نخورید. حل شد، تمام. او را کلتکلس میگن. حتما الماسا را از دزدان دزدیده به شما برمیگردانند. غم نخورید. کلتکلس باز با میدانی نبر برمیگردد. سردارم کلتکلس آدمی کربودکن است. من باوری دارم که در این وقتهای وزیر به ما کمک میکنه. وزیر من تو رو میکشم. ای برادر، وقتی که موسیقی صدا برآورده ایستاده باشد با تلفن جواب دادن نمیخوام، اما میلش. لبای کنعان دیوانه، تو کی با عقل میشوی؟ ای احمق، چی قدر غضبناکی؟ چی شد که با من زنگ زدی ها؟ دینا شب الماسا را با پلیس دادی ها؟ بله. کنی با پلیس زنگ زن که الماسا در کجا هستند؟ تو گمان کردی که من الماسا را نمیوم کنعان دیوانه؟ هی تو چی گفته ایستاده‌ای ها؟ چه گفته ایستاده‌ای؟ مگر این کل شدنش ممکن است ها؟ شده میتواند. درا سردارم به شما کافی مالش نوردم، نوشی جان کنید. اشتوی تام. الو، من یوردم چی؟ کمیسر لیوین مرمد. با تلفن جواب نده لیوین. من کنعان. کدوم کنعان؟ چکل کنعان چارچشمه؟ کنعان دیوانه؟ خطا کردی. چرا تلفن رو گذاشتی؟ سردارم با آدم دیوانه گپ زدن هیچ معنا نداره. لبای ای چارچشمه، تو خودت رو کی ایستاده که در روی من گوشک رو میگذاری ها؟ آرام باش آقای کنعان. کمیسر اونال کمتر پیش اون احمق که تو گوشی رو بر رویم پرتافت. بسیار گپ نزن کنعان. چی میخوایی؟ کمیسر، الماسا رو از دست دادید ها؟ از دست دادم. کاری تو چیه دیوانه؟ این الماسا رو چقدر از دست دادید کمیسر؟ از دست میدیم نمیدیم، کاری تو چی؟ با تو حساب دیم؟ آخر کمیسر، من آنها رو به شما دادم که شما آنها رو به بیشرفان دهید. ای جناب کنعان، ما ممکن الماسا رو از دست دادیم، اما با کلتکلس شرطی بسیار مهم کردیم. از او بیشرف ها الماسا رو دزدیده به ما میآورد. خبرداری؟ کلتکلس؟ سرده! سردارم، من از شما عذری بسیار میپرسم. دهانم که گرم میشوه از دهانش هرچی برآمدن میگیره. دیگه خدمت قپیده نمیتونم. بخششی زیاد. کمیسر، درست شنیدم؟ او کلتکلس گفت؟ تو این دیوانه را گوش نکن. آخر کمیسر، من با گوشهایم شنیدم. کنعان برادرم، به هر شنیدت باور نکن، گفتنی یک مسئله است. میلش، لیکن گوش کن، من کار دارم، مرا مشغول نکن، بسیار گپ نزن. تو مرا دیوانه کردن میخوایی ها؟ سردارم مرا ببخشید، بخشش زیاد. دو شو که چشمانم تو رو نبیند. خدا جزای تو رو دیده. تو چی خیلی آدمی؟ تو باز سلیه رو خودگاری میکنی؟ حیفی دختره. سردارم چیزی که میگوی بگو، اما درباره عشق نگو. باز درباره عشق کم میزد است. دو شو
لباس شیرین کرده است. من قهوه عادی میخواهم. نمک شرف لبایکه. آی پسر، آن بریس یک مکانی پنهانی داشته است. کاف کرده آن را یابید. خواتی نشوید اکا. هم بریس هم کالتکیلاس هم در این کار خوش بوده است. با یک تیر دو فاق تک میزنم. کاری هر دویش را هم با آخر رسانده آن احمقا را به بالای سنگ مسلا میگذارم. بله حالا این خیل قفس سینه‌اش رو پوشانده، بعد میانش رو این خیل میبندیم. آفرین. باز چی میخواهی؟ برای باز هم زیباتر شدنش باشد. خانم گلی برام شمکنی میگذاریم. لیکن اون روشنکنی هایت رو هیچ نفهمیدم خیلی. حیات به حرکتم را کم در رنگ و رنگ کردنی هستم. نمیدونم اگر این برای شما یگان معنایی داشته باشد. بس کن خیلی، بس کن. میلش بریدن را بس میکنم. لباس رو نمیگویم، نازکنی رو بس کن خیری. از برای خدا سفسطه نگوی. پیش برش رو محکم کردی، دامنش رو دراز کردی. جانم این رو در توی میپوشن، در جنازه نه. چا 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 بردوم گپ میزنی. آخر گپم را تا آخر گوش نمیکنی. شاید یکان فکر دیگر دارم. خوب شده هر کاری میکنی کردن. اکنون بدتر انا این پسش را تا اینجا میکشویم و در این شکل آرایشش میدهیم. چخل شد؟ البته بسیار زمانوی است. از همین سبب آخر مردم لباس پوشت گشاده رو نمیخواهند خیری. این لباس رو به کی میفروشی؟ مردم لباس پیش گشاده رو میخواهند. گلی موده کوه نمیشود اما استیل میماند. گلی لطفا این رو کتر بیاموز. نه جونم. این استیل موده خانه ماست. مردم از آنی که موده رو پی برده لباس پوشن استیل ما رو میپوشن. فهماده توانستم. تو اول به استیل خودت نگاه بکن. استیل بوده است. آخر در رنگ لباس تو هیچ زیبایی وجود ندارد. تو از کدام استیل گپ میزنی؟ چرا در رنگ استیل نباشد گلی؟ سیاه آخر سیاه همه وقت زیبنده است. سیاه باشد با جان و دل. آخر این کبوتی خالی است. چی گلی تو عجبا میدانی چی گفته ایستاده؟ کوری رنگ ها شدی ها؟ هوش داری؟ این رنگ سیاه هست. به همسرکی جانم، به خدا که تو دیوانه شده ای. شکر که من به گپای تو اهمیت ندادم. خدا را شکر که برای دانستن رنگ کبوت این هنوز عقلم در جایش. خدایا دیوانه میشوم آخر گلی. تو چی گفتنت رو میدانی ها؟ سیاه هست. میگویم سیاه. سلامتیت خوب است؟ بینم حرارت داری یا نه؟ آخر این رنگ کبوت است. کبوت ها؟ بله میبینیم. سعید جان کدی بگو پسر جانم، رنگ این لباس کدام رنگ است؟ سیاه. دیدی خانم گلی؟ حتی کودکم گفت که رنگ این سیاه هست. دیدم کودک رو هم به خودت مانند کرد. این رو هم دیدم. آخیو چه؟ کنیدمت رو گیر. به حرکت پدر و مادرت دخالت نکن. چرا کودک رو جنگ میکنی گلی؟ او رفتاری حقیقت ها رو آشکارا گفتن میخواد. کودک آخر حقیقت رو گفت. آخر مادر جان من به گپ شما دخالت نکردم. پدرم پرسیدن من جواب دادم. این طور باشد درست جواب بده. همون خیلی جواب دادم. آخر پدرم رنگش را پرسیدن من هم کبود گفتم. انبی دیدی؟ چی؟ کبود گفتی؟ سعید جان آخر کمتر پیش سیاه گفتی. چرا فکرت های عوض کردی؟ با کودک فشار نوار خیلی. با معنی کودک در آمده فکرش رو ویران کرده. کودک چی گفتنش رو نمیداند. یا خدایا تا به همین خیلم میشود. حالا میبینیم. پسرم بچه یکم فرزند عزیزم کنی بگوی به پدرت رنگ این لباس کبوت است یا سیاه کبوت. بیرون برو رفته با رفیقانت بازی کن. زود برو با کودک چی داد میزنی؟ چی با بیرون میرونی؟ پیش میکنی بعدا او رو در هر کجا جستجو میکنیم. من میروم. در جای نشستت بشین. به هیچ کجا نمیروی. در اصل من میروم چون که رنگ لباس سیاه است. نه در اصل من میروم. رنگ این لباس کبوت است. سیاه کبوت. سیاه کبود. مگر نمیبینید که رنگ همی کرته کبود است؟ لیوینت؟ اکا؟ لیوین ینگه؟ امک جان. سعید جان. جانی من شیر بچه. چرا آمدی؟ ها؟
من به تو نگفتم که دیگر به این دکان نمیایی؟ ها؟ چرا آمدی؟ اکا من مرا اکا نگو، مرا اکا نگو، مرا هرچی بگو اکا نگو. عذرت از گناهت کلان است. چی به برادرت داد میزنی؟ او به نزد تو آمده است. یک بگپش گوش کن. کنی چی میگوید؟ گوش نمیکنم. همه کس رو گوش میکنم. این رو گوش نمیکنم. چیزی گفتنی باشی زود بگو. حتی به من نه. به ینگت گلی بگو. چیزی گفتنی باشی بگو. بعد از اون برآمده رو. ینگه یک عروسی افتاد. باور کن برادر، یک تنگه ندارم. روز جمعه اگر در صندوقچه پول پرتوان اول به تو میدیم. خدا حافظ. السلام علیکم داملا. علیکم السلام آقای کنون. داملا، از شما یک خواهش داشتم. خواستم که پیش از نماز یک دعایتان را گیرم. خواهش میکنم. بخیر است؟ بخیر داملا. بسیار بخیر به خدا. آن دشمنی اشدی من کالتکلس است کو داملا. او را امروز دستگیر میکنم داملا. خدایا توبه. داملا، از کی باز امروز را انتظار بودم. این بیشرف یک خواهر داشته است. یافته نتوانستم. فقط خدایم به من دیگر چیز نصیب کرد. این بیشرف از یک جا الماس می‌دزدیده است. من هم رفته در آنجا انتظار میشوم. یعنی داملا، به دعایتان احتیاج دارم که آن بیشرف این دفعه گریخته نتواند. راستی آقای کنون، عجب فکر کردید که آن آدم رو در کجا دستگیر میکنید؟ یعنی مکانش رو دقیق دانیم دعا تاثیرش باز زیادتر میشود. داملا، سراغ را نمیدانم اما فهمانم میشود داملا. میشود. چیزی میدانید بگویید. حضرت هیچ کس نشنود. سبحان های نفستان درد را نبیند داملای. خدا راضی باشد. چی مرادی داشته باشید خدا نصیب کند داملا. خدا از شما هم راضی باشید. شکر که مکان الماس ها را فهمیدم.